درود به شنونده‌های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجانقول. گفتار 37. علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت‌های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پرافتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت‌آموز و پرافتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برار و ناکامی‌های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان. گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی. خلق ازبک صدرالدین سیدمرادویچ عینی را همچون نویسنده خود از صدق دل حرمت می کند و دوست می دارد، زیرا او نه فقط اساسگزار ادبیات معاصر سویتی تاجیک، بلکه در برابر حمزه حکیمزاده یکی از اساسگزاران ادبیات معاصر سویتی ازبک هم به شمار می رود. شراف رشیدوف. همین استاد عینی بود که نثر کلام به نثر بدیعی اجتماعی تاجیکستان اساس گذاشت. او با غلامان یادداشت‌ها بر این کتاب‌های خود نه تنها در بین تمام خلق‌های اتفاقی سویتی، از جمله در بین آذری‌ها شهرت حقیقی پیدا کرده است. مهدی حسین. محمد صدیق حیرتی بخارایی. وفات 15 ربیع الثانی شب دوشنبه سال 1320 هجری در سن 27 سالگی. مرا کی ساغری عیش از کفی مراد نگون شد، بری به محفل مینای دل به گردش خون شد. ز غصه روز به روزم چو برفزود فزون شد، نبود اگرچه دل زار خون تمام کنون شد. هوای و شوق سر دل به خاک رفت و برون شد، کنون سری و هوای دل و داغ ندارم. چه می کنی به هوس جستجوی پرسشی حالم؟ چه می روی رهی دردی سری جواب و سؤالم؟ چنان گداخته حال از فلک به نحس و وبالم. تن ز غصه نزارم، قد ز درد هلالم. دماغ سوخت به هجرم، دلاب شد ز ملالم. از آن به سعی نشاط دل دماغ ندارم.
و ظلمی چرخی جفاجو، ز جوری دوری ستمگر، برنج و درد چو حیرت، شکسته بالم و مضطر. دلم ز حادثه در قید کلفت است مکدر، غمم چو قافیه در بند محنت است مکرر. ز بخت تیره چو مرغی شکسته بالم و بی پر، که آشیان طلب جز به پر زاغ ندارم. غزل. حیرانی از آن قامتی بالا کی ندارد، بیماری آن نرگسی شهلا کی ندارد. گر جلوگر آیی به نثارت ز دری اشک، چشم بصری راهی تماشا کی ندارد. یوسف تویی در معرض سودای وصالت، جان نقد سری دست و تمنا کی ندارد. مشتاق تو ای صرفی رهت جان کی نباشد، سودای تو ای غارت جانها کی ندارد. جانی به نثاری قدمت خواستم از بخت، در راه تو این خواسته جانا کی ندارد. از ناشدنی هاست فدای تو، وگرنه یک دل ز پی این سر و سودا کی ندارد. نازم به چنین نظم اگر نظم چنین است، افراخته حیرت سری دعوا کی ندارد. از دستخط حیرت. مسوزم بخاری بخاری نگارا، زدم از بخاری غمت سر بخارا. نگار است دستت ز جسمی فگارم، چی چابک نگارا چی جسمی فگارا. نکار است صبرم در ایام هجرت، ز حرفی وصالم زبان را چی آرا. نه رایی که پنهان کنم داغ عشقت، نه رویی که این سیر کنم آشکارا. چه سیر است پنهان که از عشق داغم، شنو حرفمی داغ خالی تو سارا. تغافل سپاهت جفا خیلگاهت، دو چشمی سیاهت دو ترکی سفارا. به یادت به میخانه گر پیر دیرم، به ملکی ملاحت توی پوری دارا.
گذارم بزاری پسی مرگ از ایراک گذاری قدم بر مزارم تو زارا مدار از فغان دست ای دل که نبود مداری بجان و بجانان مدارا جفا پیشه باش ای که بودی و باشد به کامی رهی زهر هجرت گوارا اگر در بوادی و گر در سهاری به یادت بنای فغان دادم آرا به زبان عوام یکه دوش دور از این نازنین پسر در تپه تاری کلبه غم داشتم مقر یک لحظه تب این غم اگر می کشید طول می گشت تیپ تیکین جان از بدن بدر زهرم به جام بود ولی تنگی شام از تنگی عیش ریخت فلک در میم شکر صبح سرخ باده در دست گل شکوفته مست یعنی در آمدان مهی تابان من ز در لوحی جبینش ساده خطی جور تپ تخت لعلی لبانش باده کشی شوق تپ تر بر کف گرفته ساغرو خندیده قاه قاه در سر هوای باده بود بالیده فر فر وان لطفی گرم پرسیش از دین بسیار وان حسنی روز افزونش از دوش خوبتر روی چی دماگیری خورشید در ضیا قد چی بد برابری شمشاد در نظر از سپ صاف رویش خورشید والغیاس از رب راست قدش شمشاد والحذر گمگرس او فتادهی ترزی خرامش سرو شیب شلتیق از حیا شده روی مهش خبر آن موی سیب سیاهش با روی سب سفید گفتی خسوفی خورشید یا در کلف قمر از روی اوست لاله دل لخته لخته خون از لعل اوست غنچه خون ته به ته جگر از حیرتی لبش دهنی غنچه بیله از خجلتی رخش ورقی لاله تپتر بنشست و الغرض میاورده حدها آورد در کشیدنی ساغر دروی سر
ساغر که تا بریختنی باده لب به لب، نوبت که می رسید اثر در پی اثر. آنگونه مست گردید، آنگونه مست کرد، آن شیشه پاک پاکیزه گردید مختصر. گفتا نماند جامی مرا جرعه دریغ، گفتا بود وثاق تو را شیشه مگر. گفتم که تپ تیار، گفتا که دو بیار، می خورد و باز می گفت یک شیشه دیگر. الخیس من هلاک و ویو جامی می هلاک، این حال بود ز اولی شب تا دمی سحر. سرگرم او به پر شدنی جام تیز تیز، من شیشه در کف و بسری خم تپر تپر. او در تمام کردن بسیار ذوفنون، من در رساندن می بسیار پرهنر. تا فرصتی که یافته خورد از میان همه، تا حالتی که داشته شد مست آنقدر. من حالت نظر همه جا مانده سیم سیخ، او هیئتی که از همه سو گشته بی خبر. او می پرید از اثری باده قد به قد، من می گسیخت رشته هوشم شتر شتر. قطعه آن که از خوان وصالش نرسید و نرسند، نه پی عجز فقیران نه پسی جنگ شهان. جایی تن ساخته در پیکر خود سیم ستیر، جای دل داشته در سینه خود سنگ نهان. آر و ننگیست بجز عشق و محبت که به دهر، هم بدان آری کهان رفت و بدین ننگی میهان. فکری حیرت ز خموشیت ره مسدود است، باز بگشای بدین قافیه تنگ دهان. بند از ترکیب بندی حیرت. رخساره و زلفتی شکر لب، ماهیست خجسته در دلی شب. سنبل زان مو فتاده در تاب، نسرین زان رو رسیده در تب. ای سرو قدی بلند اختر، ای ماه رخی سعید کوکب. لعلی شکرین به خنده بگشای،
ای شهرآشوبی شکرین لب. ترتیبی جفات شد موفق، اسبابی تغافلت مرتب. جانا دارم ز فرقتی تو، هر شب تا روز و روز تا شب. از هجری تو تا به شام فریاد، از دردی تو تا به روز یا رب. وقت است که از طریق یاری، در کلبه من قدم گذاری. رجزی مسدسی ساریم، 2 مصرع به 6 مستعفل تمام می شود. ساقی بهار آمد، منی ساغر ز کف. مطرب شده آوردنی هنگام دف. اندیشه تا چند از سپهر ای دوستان، باید رساندن تا فلک شور و شعف. گر شحنه با می بیندت از جا مرو، گر محتسیب با شاهی دارد لا تخف. قدری شراب ارغوان لازم شمر، صد حیف از عمری که بی می شد تلف. تا بحر صید خلق بیرون تاختی، اول دل ما شد به پیکانت هدف. خد و قدش سروی سمن کردم صفت، حیرت مشوش گشتم از این نشر و لف. نی میل سوی سنبل خاطر نبشم شاد، زان قد به خیالم خوش و زان زلف بشم شاد. ناصح چی شوی مانعم از رفتن کویش، دیریست در این راهم و خود زین رویشم شاد. هرچند غذای دل محزون غم و درد است، خو کرده به هجرم به چنین پرورشم شاد. تیغیست پی کشتنم از ناز به دستت، کردی تو به جان راضی امر در تپیشم شاد. در کوه
در بحر جو جز خاطری ما باد مراد شاد وفیدا باد مراد شاد وفیدا ای باد خوش بای از خبر گوی ای باد خوش بای از خبر گوی آیا نگارم آیا دویدم آیا نگارم آیا دویدم دل خوش است و گل خوش است و خانشی بلبل خوش است خانشی بلبل خوش است اما با پیشی گل خوش است خانشی بلبل خوش است اما با پیشی گل خوش است دارم جام در این جان رها دارم زی حجر دارم جام در این جان رها دارم زی حجر کی توان گفتن مرا از نالشی خود خوش است کی توان گفتن مرا از نالشی خود خوش است شنونده های ارجمند، شما گفتار 37 را از روی کتاب استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردانی گفتار شیرالی نغزلی.